السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود بر شما دوستای عزیز و نهایت گرامی. امیدوار هستم که همیشه جور و صحتمند باشید. امروز میخوایم روی یک بورسیه تکمیلی 100% کشور کانادا برای شما معلومات را نمایم. طبقی که این بورسیه به نام مکال مکوین یاد می شود، در دانشگاه مکجیل کشور کانادا می باشد. دوستای عزیز و نهایت گرامی، در این بخش از چینل به زبان دری ما میخوایم که تمام موارد و معلوماتی که برای بورسیه موجود است خدمت شما ارائه نماییم و همچنان نگفته نماند که بر علاوه این که این بورسیه مربوط دوره ماستری می باشد و همچنان بعضی پروگرام های دیگر همچنان دارد در بخش دوره لیسانس و دوره دوم، یعنی کسایی که میخواین بعضی پروگرام ها را به صورت دوباره بخواند در بخش لیسانس همچنان دارد. این بورسیه اسناد و موارد ضرورتش پاسپورت دوم، ترانسکریپت دوره ثانوی لیسه و همچنان دوره لیسانس نیازمند است و در بخش زبان انگلیسی امتحان آیلتس و تافل را نیاز دارد که در بخش سند آیلتس شما باید 6.5 نمره داشتید یا از آن بالاتر و در بخش تافل شما باید 85 نمره داشته باشید یا بالاتر از آن. و این را برای شما دوستان عزیز میگویم که اگر شما اسناد آیلتس و تافل دارید و این نمراتشان بس شما مثلا در آیلتس 5 باشد یا 5.5 یا 6 و در تافل مثلا 80 باشد، همچنان تلاشتان را نمایید و خودتان ثبت نام کنید. رشته هایی که در این بورسیه می باشد تمام رشته های بخش ماستری است، بخش کامپیوتر ساینس، بخش تجارت، هنرها و ده ها رشته های دیگر می باشد. این پانتون یک در بخش بورسیه تمام موارد و مخارجی که برای یک محصل نیازمند است ارائه می نماید. هر ماه $2000 برای مصارف یک محصل به صورت نقدی به هر شاگرد پرداخت می شود. که دوستای عزیز و نهایت گرامی، ما تمام موارد و راهنمایی هایی که در بخش ای بورسیه باشه در این ویدیو بر شما ارائه کردیم و همچنان میگوییم که این چینل یک چینل بخش چینل بین‌المللی بوده که به 4 زبان ارائه میگردد که در بخش زبان دری، انگلیسی، چینایی و مالایی می باشد. خب بیاین که بریم خود را ثبت نام نماییم و از لطفتان چینل ما را سابسکرایب، لایک، کامنت و شیر نمایید و هر نوع همکاری شما باشد ما در خدمت هستیم. بیایید که بریم. خب دوستای عزیز، برای ثبت نام در قسمت این صفحه میایم مکال مکوین اسکالرشیپ اپلیکیشن. در قدم اول باید شما اکاونت کریت کنید که کریت ان اکاونت کلیک کنید. ایمیل تون رو بنویسید. ما ایمیل اینجا بنویسیم. بعد از اول نامتون رو بنویسید. به طور مثال احمد. تخلصتون کریمی و بردیتون مثلا سال تولدتون اینجا ذکر کنید. بعد کلیک کنتینیو را بزنید. خب حالا یک پین در ایمیل شما آمده که همین پین را در اینجا وارد نمایید. ما میریم به طرف جیمیل خود و جیمیل خود را باز میکنیم که همه پینی که آمده اینجا وارد کنیم. خب در جیمیل تان یک پینی میاد که اونا رو شما باید وارد کنید. خب پینی که آمده بود ما اینجا وارد کردیم و دوباره مثال تولدتان رو که دقیق وارد کنید اینجا همچنان اضافه نمایید. خب اینجا شما پسورد بدهید دوستای عزیز. به طور مثال پسوردتان باید طوری باشه که همه 12
حرف باشه. خب در قسمت پایین نیو پاسورد دوباره رو وارد نمایید. خب بعد ست پاسورد بزنید. خب شما دوستان عزیز در این قسمت در اکاونت جور کردید و قسمت استارت نیو اپلیکیشن رو کلیک نمایید. کریت اپلیکیشن، اوپن اپلیکیشن. خب استارت اول هم پلیز سیلکت لنگویج اف اپلیکیشن، زبانتان رو انتخاب کنید انگلیش. خب دوستان عزیز در این قسمتی که اسکالرشیپ در قسمت لنگویج میایین در قسمت و بعد از این نوشته که اسکالرشیپ الیجیبیلیتی. نکات مهمی که قابل که باید اونجا رو باید پر کرد یعنی ستاره ها هستن اینجا که باید کامپالسری است که باید شما کلیک نمایید و پر نمایید. خب در قسمت خانه اول نوشته است که I will complete my first undergraduate degree before August 2025. خب اگر شما در قبل از آگست 2025 فارغ شده اید کلیک کنید. اگر موارد دیگر را شما اینجا کلیک نمایید. خب در مورد previous applications اگر آیا شما در مکان این قبلا همچنان اپلای کرده اید، اگر اپلای کرده اید شما میتونید کلیک yes، اگر نه خیر no. خب میگه which applications do you have Canadian citizenship یا شهروندی کانادا دارید، Canadian permanent residence or convention refugee protected person status accepted by the government of Canada. خب اگر شما هیچ شهروندی کانادا رو ندارید در قسمت پین و none of the above را کلیک کنید. خب بعدا دوستان عزیز طبق برای یک international applicant موارد scholarship طبق up to 10 مکال McQueen scholarship full funding internship leadership development program up to 25 finalist awards $20,000 each. خب موارد هایی که است scholarship توریست که فول فاندید است، تمام موارد های خرج پانتون و درس ها تمام موارد را در بر میگیره. خب اینجا نوشته است که میگه have you applied for Canadian permanent residency or refugee studies. میگه شما برای اقامت دائمی کانادا یا پناهندگی اپلای کردید، اگر yes اگر no. خب نکرده no. بعد در قسمت یونیورسیتی دانشگاه. خب دوستان عزیز در قسمت یونیورسیتی شما میگه tell us about the university you're currently attending or most recently attended. میگه در مورد دانشگاهی رو برای ما بگید که شما در اونجا درس خوانده اید. خب منظورشون از اینجا در مورد دانشگاهی است که شما لیسانس خود رو ختم کرده اید. در قسمت نام پانتون رو نوشته میکنید، به طور نوشته میکنید یونیورسیتی ملای. خب یونیورسیتی ملای رو ما مثلا کلیک میکنیم اینجا میگه سال گریجویشن ایر سال ختمش به طور مثال 2024. بعد کنتینیو رو کلیک نمایید. بعد از کنتینیو دوستان عزیز اینجا نام دانشگاهتان ثبت میشود و دوستان عزیز شما برای ماستری اپلای میکنید و برای ماستری طبقی هست اینجا شما باید یک یونیورسیتی اندورسمنت یعنی تاییدیه پانتون داشته باشید. شما در این قسمت میگه when contacting your school please share this endorsement overview with them. Visit the references page to initiate the request. خب دوستان عزیز یک تاییدیه است که شما باید او را به پانتونتان بفرستین که endorsement request کلیک نمایید. تو یک اپلیکیشن 3 صفحه‌ای براتون واز میشه. این را به صورت دقیق مطالعه نمایید و مواردهایی که است فرمایی که است شما باید این را به پانتونتان بدهید تا آنها همچنان در این مورد تایید کند که شما از این پانتون فارغ شده اید و شاگرد آن پانتون بودید. خب بعد از اینکه را تایید کردید در قسمت صفحه رفرنس که بعدا ما رویش صحبت میکنیم که در قسمت گزینه‌های دیگر است، باز اونجا شما این موارد را پر میکنید. در قسمت endorsement request او بعضی راهنمایی ها و شرایط هایی هستند.
ریجنال اینترویوز میگه وقت شما که اینجا انتخاب شدید در اینترویو دیتس در اکتبر 21 الی 22 2024 شما دعوت میشوید. خب تمام مواردهای بالا را ما شما قبول داریم. I understand the information provided above and if I am a current university student or recent graduate, consent to sharing of my basic information with my university prior to application submission. خب کلیک یس را بزنید بعد continue را کلیک کنید. در قسمت continue دوست عزیز personal information معلومات خود شخصی تان است. first name نامتان شکل، middle name نامی اگر middle name دارید بنویسید، last name تخلص تان، preferred first name و بعدا میگه a preferred first name is one you commonly use that may or may not be different from your legal first name. It is name we will use in communications with you. خب میگه ایره شما باید پر نمایید چرا ضروری است preferred first name باید مثلا ما نشته بکنیم احمد. خب درست است. در قسمت دیگه other names only if listed on academic کدام نام دیگری، birth city شهری که تولد شدید بنویسید، birth country کشوری به طور مثال نشته میکنید که من مثلا در کجا مالزیا یا مثلا هر کشوری که هستید یا جردن یا هر کشوری که هستید اینجا کلیک نمایید. یا gender همون جنسیت تان pronouns امریکی است he she it citizenship شهروندی additional citizenship کدام شهروندی کدام کشور دیگر همچنان که دارید اینجا کلیک. بخش identification میاین. identification دوستان عزیز در اینجا شما باید دمی پاسپورت تان را وارد کنید. خب اینجا کلیک چوز فایل میزنید و روی فایل میرود و اپلود کنید. اینجا contact information معلومات تان، ایمیل ادرس تان اینجا بنویسید، موبایل فون شماره موبایل، other phone، current address مثلا آدرس تان بنویسید، جایی که حالا هستید، هیستوریک سرکشان، سیتی، پروینس و به همین طور تمام موارد را پر کنید. خب بعد از سوشال میدیا من دوستان عزیز در سوشال میدیا اینجا یوزرنیم اینستاگرام اگر دارید، لینکدین، ایکس یا توییتر اور آدر همه را اینجا مثلا نشان بگیم برای اینستاگرام به طور مثال احمد نام. خب بعدا نوشته است دوستان عزیز که how did you hear about us میگه شما چطور در مورد ما خبر شدید. اگر شما در مورد میدیا و نیوز آرتیکل خبر شدید بنویسید میدیا، اگر نشدید مثلا از طرف کلیک اسکالرشیپ کلیک نشته که نامشون کلیک اسکالرشیپ. خب بعدا قسمت کنتینیو رو کلیک نمایید. بعد از کنتینیو بخش فامیلی انفورمیشن میید. در بخش فامیلی انفورمیشن تمام مواردهایی که است دوستان عزیز اینجا نوشته است که please indicate the status of two parents or guardians you can indicate if not applicable. خب اینجا کلیک میکنید تمام مواردها رو مثلا relation به طور مثال living خب که شما همراهان زندگی میکنید، first name last name occupation mailing address country همه را اینجا پر نمایید. بعد قسمت save را کلیک نمایید تا سیو شود بر شما. other family members اعضای دیگر فامیل اگر do you have siblings خواهر برادر دارید، do you have spouse or common law اینجا به صورت منظم اگر دارید yes اگر ندارید نخیر. خب بعدا روی کلیک continue را کلیک کنید. در هر قسمت دوستان continue را کلیک کنید چرا اینجا موارد نوشته است اما شما باید اینجا کلیک continue کنید تا سیو شود. در قسمت education که آمدید current or previous education خب اینجا نوشته است که tell us more about your studies at university listed above. خب میگه دمی دانشگاهی که شما خوانده اید قبلا لیسانس تان تمام مشخصات اینجا رو بنویسید، لیول افیسادی مثلا bachelor exchange master هر چیز که بوده شما اینجا پر نمایید. field of study program link start date expected actual end date student number همه اینا رو چک کنید. و بعد در قسمت other educations میگه نوشته است که enter any other post secondary studies including studies at university college and institute you have pursued. میگه هر مطالعات و تحصیلاتی که شما در دانشگاه های دیگه داشتید یا انستیتوت ها یا کالج ها داشتید اینجا اضافه نمایید.
به طور مثال برای پاس سکندری پروگرامز اگر شما پروگرام های انجام دادید اد پروگرام کلیک کنید، اینجا نامش نوشته کنید، نام اینستیتوت نوشته کنید، لیول اف استادی پروگرام، همه اینها رو بعد کلیک سیو رو کلیک کنید. و قسمت دیگر که دوست عزیز شما سکندری اسکول تا هم باید اینجا ذکر نمایید. اد اسکول بزنید بعد قسمت کانتینیو. در بخش Scholarship Awards and Distinction دوستای عزیز اینجا نوشته است که please select the list of 3 scholarships, awards or distinction you have received. If there are more than 3, select the ones that are most important to you. اگر شما کدام بورسیه یا آوارد را دریافت کرده اید نامش اینجا نوشته کنید. 105 characters maximum. 105 حروف دوستای عزیز. 105 حروف نه لغت. خب بعد continue رو کلیک کنید. در بخش language spoken English language دوستای عزیز برای international applicants متقاضیان بین المللی باید شما صفحه مکجل وبسایت را یک بار مطالعه نمایید. خب روی صفحه میاییم. دوستای عزیز اینجا همین موارد بخش انگلیسی. خب در قسمت اول شما توفل و آیلتس اگر دارید اینجا کلیک نمایید. در بخش توفل نمرتون باید 86 باشد. نمره شما باید 86 باشد یا هم از او بالاتر. و در بخش آیلتس نمرتون باید 6.5 باشد. 6.5 یا از او بالاتر باشد که شما را چی کنید. خب در این قسمت دوستای عزیز شما اینجا نوشته level of proficiency in English level تان fluent mother tongue fluent advanced intermediate fluent روان advanced intermediate این هر گزینه های از اینا رو که شما براتون شما در این سطح انگلیسی تان است شما کلیک کنید. مثلا اگر سطح تان از 6.5 ایلتس بالاتر است شما advanced میزنید. اگر characters how did you learn English 80 characters try to write click here. نوشته است که well you need to submit proof of English proficiency when you apply to McGill. میگه شما نیاز دارید که سابمیت کنید. خب yes بله یا نه خیر. خب بعدن دوستای عزیز در قسمت وقتی که ما در مکجل وبسایت آمدیم اینجا نوشته است که همه proof of proficiency تمام موارد های اینجا به صورت منظم بخوانید و پر نمایید. بعد قسمت other language خب در قسمت French language اگر شما در بخش French language از زبان فرانسوی رو بلد هستید اینجا لیولتان را کلیک نمایید. اگر هیچ نخواندید و معلومات ندارید نه. other languages اگر کدام زبان های دیگر شما میخوانید اینجا add language کلیک کنید و بعدا continue را کلیک کنید. خب در قسمت continue academic and career interests در قسمت شما می کدام وظیفه علمی یا interest های علمی را انجام دادید اضافه نمایید. مکجل programs of interest خب پروگرام های بسیاری در این اسکالرشیپ موجود است که شما اینجا آیا مثلا نوشته است که in addition to applying to McGill scholarship you will need to apply separately for admission to eligible programs at McGill University. خب دوستای عزیز شما در قسمت هستی که بر علاوه McGill اسکالرشیپ که اپلای میکنید شما یک بار باید در مکجل یونیورسیتی همچنان اپلای کنید برای ادمیشن، چرا که مکال خب مکوین یک بنیاد است که برای پنتون بورسیه داده و شما باید مکجل را همچنان در صفحه رسمیشون برین و ادمیشنش رو پر نمایید برای فالی 2025. خب اینجا شما میگه which master or professional programs at McGill are you considering at this time. میگه چی کدام پروگرام ماستری و حرفه‌ای را شما در نظر دارید. اینجا اد پروگرام میزنید. خب اینجا نوشته است order of importance مثلا نوشته هر گزینه های اینجا رو کلیک نمایید و بعد سیو کلیک کنید. خب بعد از آن در قسمت other programs of interest که میایین اگر کدام پروگرام دیگه شما دارید
which other graduate or professional programs outside of McGill are you considering at this time. اگر کدام پروگرام دیگه بیرون از مکجیل دارید کلیک کنید. اما این گزینه ها واسطه لازمی نیست که شما چی کنید. خب standardized test optional است. اگر شما کدام تست در بخش GAT GMT GRE دارید اینجا نامتان نشته کنید، تست اسکور، تست دیت، career interests اینجا کلیک کنید. بعد بخش career interests خب please list your future career interests at this time. اگر کدام وظیفه شما دارید که حالا انجام بدهید اینجا کلیک نمایید. خب بعدا continue را بزنید. در قسمت activities فعالیت ها campus and community activities خب در داخل دانشگاه یا فعالیت های اجتماعی که است نوشته که please tell us about campus or community activities organization you have been involved with in the last 5 years ending in January 2019 or later. میگه اگر شما در هر فعالیت علمی را اشتراک کرده اید شما اینجا برای ما پر کنید. خب you may list up to 4 activities or organization, list them in order of importance to you starting with the most important. خب در قسمت فعالیت هایی که هست شما اد اکتیویتی رو بزنید و اینجا همه موارد هایی که هست پر کنید. بعدا continue رو کلیک کنید. در بخش original work که میاین خب original work در قسمت دو سایز میگه نوشته است که tell us up to 3 intellectual, academic or creative works that you have created or developed in the last 5 years. میگه هر کار خلاقیتی که شما در 5 سال قبل انجام داده اید اینجا برای ما بنویسید. For example, it's original works and it can include but are not limited to research, publication, conference, presentation, creative works, for example, music, composition or stage play, blogs, YouTube channels, podcast, anything. خب هر چی را که شما اینجا کرییت کرده اید شما میتونید اینجا به صورت add original work بنویسید. دوستان عزیز این موارد ها را پر نمایید به خاطر که امتیاز شما بالا می رود. در بخش employment و بخش work وقتی که میاییم خب نوشته است که co-op terms summer work and breaks کار summer work and breaks خب نوشته است که respond to this section if you are a current student or earned your most recent undergraduate degree in the last 5 years. میگه شما جواب بدید بخش که اگر شما شاگرد بر حال هستید یا دریافت کرده اید undergraduate degree در 5 سال قبل اینجا رو شما چی کنید هر earned چقدر که شما پول دریافت کرده اید بنویسید. مثلا during your undergraduate years describe what you did during the semester break summer break May to August or other time periods of 2 or more months. میگه مثلا در رخصتی های یا تابستانی شما چی کار کرده اید summer jobs کدام وظیفه تابستانی گرفته internship یا هر کاری و قسمت add new را شما کلیک نمایید تمام موارد type start date end date اینجا را تمامش به صورت منظم پر نمایید و بعدا کلیک save را کلیک کنید. خب بعد از آن other work experience اگر شما کدام تجربه کاری دیگه ای دارید اینجا بنویسید. خب هدفش همه از سال 2019 است که به صورت 5 سال می شود. خب بعدا add job را بزنید اگر کدام شما وظیفه انجام دادید همچنان position, employer organization, job title, start date, end date تمام موارد را اینجا شما پر کنید. خب بعد continue را کلیک کنید. بعد از continue to sizes reference request خب در اینجا نوشته است که request references using this page once you have added this information and click send to recommender. Your reference writers will receive an email info@mcalmcpin.scholars.org. خب در بخش reference request to sizes شما اینجا چی موارد هستن؟ خب بیال ما در ادامه ویدیو براتون میگیم که اینجا شما اینجا پر نمایید و از طرف خود همین اسکالرشیپ برای کسی که شما او را
ریکامند میکنین در او ایمیل میرود و او شما را تایید مینماید و قبلا شما باید به او ذکر نماید که یک نوع ایمیل به شما میآید ای بخش. نوشته است که how many reference forms do I need؟ چند تا رفرنس من نیاز دارم. You will need to have one academic reference and one community reference. میگه شما نیاز دارید یک رفرنس علمی و دیگر رفرنسی که از اجتماع باشد. Do not submit two community reference forms. You need one of each. میگه شما لازم نداره که دو تا رفرنس کمیونیتی را فرم را ثبت کنید. فقط یکشان شما نیاز دارید. Who should I ask؟ شما کی رو میتونید که بپرسید یا درخواست کنید. The academic reference form should be completed by someone who knows your academic work well. میگه academic reference باید کسی باشه که در کارهای علمی شما باید بفهمه. Alternatively, if you are applying for a program that does not require an academic reference. میگه اگر شما برای یک پروگرام درخواست میکنید که نیاز به رفرنس علمی ندارد like the MBA یا you can send the academic reference request to a work contact. برای work contact خب اگر در بخش کمیونیتی باید شما یک فرد را از اونا درخواست کنید تا بخش کمیونیتی فعالیت‌های شما را متوجه باشه و بفهمه که شما چه کارهایی را کرده اید. خب دوستای عزیز در بخش how do I choose who to ask اینجا که selection criteria داره اینجا کلیک نمایید و در قسمت دیگه when are the reference forms due میگه reference due تا چی وقت داره. The reference writers must complete their online forms by the application deadline. میگم reference ها خب در ختم application deadline باید تا اون زمان شما باید اپلود کنید. خب دوستای عزیز reference باید در بخش انگلیسی و فرنچ باشد که دی باشد. خب این تمام مواردهایی که ما بر شما گفتیم و بخش دیگر University Endorsement تاییدیه پانتون. All current students and recent graduates having graduated in 2022, 2023 or 2024 must earn the endorsement of their university. میگه باید که دریافت کند تمام شاگردای سال 2022, 2023, 2024 باید تاییدیه پانتون خود را بگیرن. An endorsement means that the university representative will review your application to verify at minimum your academic understanding and conduct. میگه در بخش نماینده پانتونتان که از این اپلیکیشن را ریویو میکنه و شما را تایید میکنه و طور مثالی مثل پانتونی که شما از آن فارغ شده. خب در بخش دوستای عزیز میگه to earn an endorsement میگه برای اینکه شما دریافت کنید یک تاییدیه you will need to request it from the head of your organization, president, principal, vice chancellor, rector or provost. Make sure to discuss endorsement with your institution and share the endorsement. خب برای اینکه تاییدیه بگیرید شما باید president, principal, vice chancellor باید شما از اونها درخواست کنید. بعد کلیک send request را کلیک کنید. در اینجا دوستای عزیز reference type چگونه reference بکنید academic یک تا academic اینی تمام مورد پرفکس که است مثل پرفکس این دکتر است مستر پروفسور است هر چی است کلیک کنید نامش تخلصش ارگانایزیشن نام پانتون پوزیشن مقامش ریلیشنشیپ ارتباطاتش فون نمبر ایمیل و پرسونال مسیج را به اینجا بنویسید. خب این نام شماست بعدن و در بخش کمیونیتی کمیونیکیت همچنان ای را کلیک کنید یا از این ریفرنس تایپ در این بخش دوستای عزیز که شما بفهمید که یونیورسیتی اندورسمنت است شما باید یونیورسیتی اندورسمنت را کلیک نمایید. درست است؟ یعنی بعد send to recommender این مستقیم میره. اما هدف اینجاست که مهمتر از است که شما یک ریفرنس از پانتونتان بگیرید. اگر شما علمی باشه کمیونیتی باشه اما پانتونتان خوبتر است. بعد continue رو کلیک کنید. در قسمت continue شما در مورد short answers میایید. اینجا نوشته است که tell us one activity or pursuit you used to dedicate a significant amount of time to but no longer to do. میگه در مورد فعالیت برای ما بگویید که بسیار مهم بوده است در وقت شما نوشته کنید 105 characters maximum 105 حرف نوشته کنید اینجا و قسمت میگه tell us two goals you're currently working towards outside of your academic pursuits. میگه در مورد دو هدف رو بگید که حالا working towards کار میکنید
بیرونسی علمی است. 105 characters maximum 105 حرف 105 لغت نخیر یکی تو را پر و همچنان به سوال دیگه شی و بعد کلیک کانتینیو رو بزنیم. خب دوستان عزیز در بخش شارت ایسیز چندین سوال شما باید به صورت جداگانه اینها را خراب کنید. سوال اول first question second question 1B و دیگه همچنان سوال که در حقیقت سوال ها بسیار مهم است که دقت نمایید. من نوشته است که tell us how your communities have influenced you and relevant how they have shaped the choices you have made so far in your past secondary path. خب این سوالی است که در مورد کامیونیتیز میگه شما چگونه میگه how they have shaped the choice you have made میگه همین انتخاب های شما که انجام دادید در بخش پاست سکندری چی بوده است. به صورت منظم 50 لغت اینجا بنویسید. و قسمت دیگر میگه describe why you have chosen the specific McGill program listed in the interest section and how you hope the programs. میگه در شرح بدید در موارد پروگرام های مکجل که اینترست های بوده و will lay the foundation for long goals and inspiration اهداف و الهامات همین بنیاد را اینجا شما بنویسید که چگونه شما میره انتخاب کردید، چرا انتخاب کردید مکجل پروگرام را اینجا بنویسید به صورت منظم. و بعد از در بخش میگه please list up to 3 leadership roles you have taken on within a team in the last 5 years. میگه لیست نمایید 3 لیدرشپ کارایی که شما انجام دادید خب در این سال 5 سال قبل چی بوده است. اینجا add experience دوشته است دوستان عزیز. اینجا میایین رولایتان اشتم میکنید بعد کلیک سیو رو بزنید. خب در قسمت دوستان عزیز به صورت شارت بسیار همه نقشتان را در عضویت تیم بنویسید در 50 لغت و بعدا اگر شما کارهای داوطلبانه انجام دادید add new رو کلیک کنید و رو بزنید. و در سوال 4 tell us about the significant course correction you have made in your life. For example, this could be a change in how you approach challenging situations in your academic path or how you work with or motivate others. میگه شما در مورد یک کار course correction بگوید you have made in your life که شما انجام دادید در زندگیتان به طور مثال که this could be a change in how you approach challenging situation in your academic path. میگه یا یک تغییر بوده باشد برای مبارزه برای حالتی که شما در مرحله علمیتان داشته اید or in how you work with or motivate others یا چگونه شما کار کرده اید و انگیزه دادید در دیگران. کلیک کانتینیو رو بزنید. بعد از بخش ریسیوم میایید دوستان عزیز. در ریسیوم شما باید یک سی وی ایجاد نمایید که یک سی وی بسیار دقیق و سی وی گاید را اینجا که شما کلیک نمایید اینجا یک صفحه براتون باز میشود، یک پی دی اف باز میشود. خب در بخش پی دی اف دوستان عزیز شما تمام مواردهایی که اینجا هست اینجا را بخوانید و به این شکل نمونهش شما یک سی وی تهیه کنید و اینجا اپلود کنید. فایلتان پی دی اف باشد بهتر است. خب بخش unofficial transcripts. خب در این بخش دوستان عزیز ترانسکریپت های شما است که باید به صورت انگلیسی باشد. خب please provide unofficial transcripts or grid summarizes from all universities, degree granted colleges and or university level schools you have attended. خب میگه تمام همه ترانسکریپت هایی که شما در جریان پانتون، دیگری، کالج و یونیورسیتی و اسکول انجام دادید اینجا چی کنید اضافه نمایید. که در بخش مثلا اینجا نوشته است که upload up to 4 transcripts in chronological order starting with the most recent. میگه همین ترانسکریپت هایی که شما دریافت کرده اید به صورت منظم اینجا اضافه نمایید. مثلا choose فایل تان انتخاب کنید. مثلا به طور مثال فایل هایی که دارید به صورت پی دی اف ارائه نمایید، 3 پی دی اف یا 4 پی دی اف اینجا، اما گوش کنید که هر صفحه رو در یک پی دی اف اضافه نمایید نه همه‌شون رو. بعد choose فایل و در بخش
cumulative grade point average CGPA تان مثلا در هر کشوری که هستید please you provide your most recent cumulative grade point average GPA on 4.0 GPA تان در بخش 4.0 و یک چیز دیگه دوستان عزیز شما در هر کشور که هستید نمرات پانتون شاید متفاوت باشد اما اینجا شما میتونید کلیک نمایید educational credential and grade این صفحه وارد میشید پایین میید کانتری کشورتان مثلا نام کشور ما مثلا به طور مثال هنگری کلیک میکنید خب هنگری تمام موارد اینجا الفا گرید 5 پوینت گرید پوینت تمام موارد اینجا است یا مثلا کشور به نام افغانستان کلیک میکنیم الفا گرید و تمام موارد های A- اینجا نوشته شده است خب دوستان عزیز بعد از اینجا جی پی تان را کلیک نمایید بنویسید که جی پی تان چند بوده و is there any additional context you would like to provide about your university اگر کدام موارد دیگه شما در ترانسکریپت های دارید اینجا کلیک نمایید و بعد continue را خب اضافه نمایید و بعدا continue را کلیک کنید و بخش personal contact در بخش personal contact دوستان عزیز میگه که have you ever been subject of an academic or non-academic disciplinary action taken against you by any post-secondary institution میگه اگر شما به صورت کدام کار علمی در خلافتان انجام شده از انستیتوشنی پاس سکندری پرویزوری یس یا نور کلیک نمایید خب دوستان عزیز قسمت ها نور کلیک نمایید چرا که شما اگر کدام خلاف فعالیت های یک انستیتوت انجام داده باشید خب اینجا ریسکی برای اپلیکیشن دارد خب در قسمت بک‌گراند چکس نوشته است که McCall McBain Scholarship at McGill and its affiliates will conduct true background and reference checks as part of the selection process. Character and integrity are of the utmost importance in the selection of our scholars and award recipients. If you believe anything substantial might arise in these checks in your past behavior that might maybe put your integrity and judgment into question, please take the opportunity to address that here. خب دوستان عزیز در بخش مکال مکوین اسکالرشیپ میگه در مورد بک‌گراند مکال مکوین اسکالرشیپ اگر کدام نظریه شما دارید اینتگریتی صداقت یا هر نوع انتخاب های اسکالر های کسایی که در سابق اسکالرشیپ داشته نظریه هایشون را اینجا بنویسید اگر شما نظر دارید اینجا بنویسید 200 words remaining اینجا کلیک نمایید و بعد بخش کنتینیو را کلیک نمایید در بخش ویور دوستان عزیز خب اینجا قسمت تمام موارد های هستن که شما اینجا اپروف میکنید و بعضی موارد هایی که همچنان ضروریست باید کلیک کنید که به صورت دقیق رو بخوانید دوستان عزیز هر لینکی که هست باز نمایید میگه please type your full name نامتون چک کنید date signed و continue را کلیک نمایید بعد از بخش کانفرمیشن دوستان عزیز بخش کانفرمیشن میگه شما پریویو اپلیکیشن میگه اپلیکیشن تان را پریویو کنید شما بخش اینجا کلیک کنید اپلیکیشن را که پر کرده اید اینجا به صورت منظم اینجا باز میشه ببینید تمام موارد اینجا پر کرده اینجا باز میشه اما ما هیچ موارد را خوب اضافه نکردیم چرا که بخش راهنمایی است خب در بخش پایین من section required field چرا این پروفایل ها سرخ است خب دلیلش است که دوستان عزیز شما اینا رو باید پر نمایید بعد از او save or for later نوشته میکنید خب که save for later که کلیک کنید دیگه دوستان عزیز اینجا دیگه سیو میشه و سابمیت میشه تشکر از همکاری شما و از تماشایتان لطفاً کانال یوتیوب ما را لایک و سابسکرایب کنید بخیر باشید